چطورین اشقالیای عزیز؟ امیدوارم هر جا هستین تنتون سلامت. دوم جیباتون پرپول. امروز میخوایم در مورد تجملگرایی صحبت کنیم و ببینیم اصلا تجملگرایی چی هست. تجملگرایی خوبه، بده، اگه بده چرا و اگه خوبه چرا و اصلا معنی تجملگرایی چیه، معنی تجمل چیه. بریم و برگردیم. دنیای گوهیه، شباش طولانی، زناش پول پرست و مرداش تو خالی. پسرک مرد و مرگ لیاقتش نبود، امام جمعه مکه بود زیارتش قبول. فرشته ها رفتن و همه کردن پشت بت، دشمن تو چسبیدی دوست صمیمیت کشتت. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودیم. تجملگرایی در اصطلاح به معنای شأن و شکوه و زیبایی و آراستنه، در واقع آراستن خودمون، خود رو زینت بدیم و حالا سرمون، تیپمون. و حتی در قرآن هم تأکید شده به این مسئله که هنگام عبادت حتی توصیه شده مثلا عطر بود کنیم، حالا لباس تمیزی، منظم، مرتب و به همه اینا توصیه شده. حتی پیامبران و ائمه هم به همه اینها تأکید کردن، به آراستگی، به زیبایی، به رسیدگی به خود، به نظافت، به نظم. پس تجمل که به معنای آراستنه چیز بدی نیست. ببینید دوستان، این چیزی که در جامعه جا افتاده به معنای تجملگرایی و تجملگرایی بده، نه، اینطور نیست. اگر تجملگرایی نباشه، مردم به سمت آراستگی و پیشرفت و حتی شما از چیدمان منزل خودتون بگیرین، چه وسایل‌های زیبایی میتونین بچینین، چه وسایل‌های پیشرفته‌ای میتونین توی خونه‌ها بچینین، چه لباس‌های جدید و زیبایی میتونین بچینین توی خونه‌هاتون. اگر تجملات نباشه، پیشرفت هم نخواهد بود. اون چیزی که به معنای بد تجملگرایی در جامعه جا افتاده، در حقیقت و در اصل تجملگرایی نیست. دوستان عزیز دقت کنید، اون اسرافگراییه، اون اسراف بیش از حد، مصرف بیش از حد و بیهوده. شما ببینید حتی در مقالات علمی اومده که تجملگرایی به جنین هم سرایت کرده. منظور از این چیه؟ سیسمونی های آنچنانی که برای یک نوزاد تهیه میکنن، منظور اینه. و نیازی نیست اینقدر بریز و بپاشها، اصلا نیازی نیست. تجملگرایی آراستگیه و اسرافگرایی یک بحث دیگه. پس نتیجه میگیریم که اگر تجملگرایی نباشه، آراستگی هم نیست، پیشرفت هم نیست و در نتیجه وسایل‌های جدیدی برای نیاز بشریت و نیاز جوامع انسانی به وجود نمیاد. و چیزی که بده اسرافگرایی بیش از حده و متاسفانه در جوامع ایرانی ها این چیز رایج شده که شما حتی میبینید برای یک سگ یک شامپوهایی میگیرن که 3 تا پر شیشلیک میده باش میشه بخرید، ولی خب میبینی به سر و وضع خودش نرسیده یا به زندگی خودش نرسیده. اینها اسرافگرایی و چشم هاست که اصلا با تجملگرایی و تجملات بسیار بسیار فاصله داره. چرا جوامع اروپایی اینقدر مطرح هستن به نظم؟ شما خونه و زندگی یک انسان اروپایی رو وقتی میبینید، چه
نهایتا میبینید 4 دست لباس مرتب داره، یک لپتاپ داره، یک موبایل خوب داره، یک ماشین خوب داره و یک خونه خوب داره و تمام. اما تو خونه های ایرانی ها رو متاسفانه میگردین، در کابینت رو باز میکنی میبینی 10 دست قابلمه، 10 دست قاشق، 10 دست چنگال، 10 دست لیوان و اصلا نیازی نیست به این چیزها. در کمد لباس رو باز میکنی میبینی از قرنها پیش لباس گذاشته شده و اصلا چیزی نیاز نیست به اینها که از سالیان دور نگه می‌دارن. در نتیجه ما تصمیم میگیریم که تجملات بد نیست، اسرافگرایی و بی‌نظمی بده. مرسی تا این لحظه بمونید. Combat Music and Amirofficial. جدید بود نبود، عجیب بود نبود، پر حرف بود نبود، حس شدید بود نبود، افرق بود نخون، افهم بود نخون، افرق بود نخون، رپ فارسی بود نبود، رفتم توش تموم، رپ میکردم خیلی روون، کل شهر خاکستری بالا سر من رنگین کمون، نکردم عشق و حروم، پخش میکردمش تو زمان، وقتی همه خودخواه بودن واسه من دیگه خودی نمون، میطبقن میزنه نبض، من میگم باید یه کاری کنم، میشنوه گوش میاد تو مغز، من میگم باید یه کاری کنم، میره تو ذهن میکوبه زد، من میگم باید یه کاری کنم، روی زبون میره بیرون، من باید خودمو خالی کنم. دوستان تا این لحظه دیدیم و شنیدیم که تجملگرایی چیه و اسرافگرایی چیه و چی بده و چی خوبه. در این بخش شما رو دعوت میکنم به یک بیتچه از عطار بزرگ: خلعت دنیا زیاد از خویشتن درد سر است، آنچه میآید زیاد از آستین چین میشود. مرسی از اینکه تا این لحظه ما رو در برنامه چیز فهم تحمل کردیم و تا برنامه بعدی چیز فهم خود شما رو به خدای بزرگ میسپارم.